بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لهب مکیه. سوره لهب مکی هست که وقتی ابو لهب بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواست حمله بکنه و الفاظ زشت گفت، الله متعال از رسول خود دفاع کرد و ابو لهب هلاک ساخت و هلاکت بر ازی وعده کرد. تبت یدا، هلاک شد دو دست ابو لهب و تب، و هلاک شد خود ابو لهب. ما اغنا، فایده نکرد عنه از او ماله و مالش و ما کسب و آنچه را کسب کرده بود. سیصلا، زود است که داخل شود نارن، در آتشی که ذات لهب بسیار شعله‌ور است، و امرأته، و همچنان همسر ازی که از شوهر خود در کفریات اطاعت میکرد، حمالت الحطب، که حمل میکرد هیزم را، فی جیدها، در گردن ازی است، حبل ریسمان من مسد، بسیار از لیف که چیز شده یا محکم تیار شده هست. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.